ها امروز مله حسنی خیلی ناراحته، مثل شیر سیرچه توش میزنه. چه؟ ها سیر sirke çünkü imsa خیلی سال بده بود و 92 زهلم گتmiş. مگاموز ما اول از آن گفته همباسای اقتصادی میکنیم. منم گفتم شاید خودش میفهمید چی میگویی، اما الان شما نگاه میکن. شما برادران بسیجی وقتی میرید خرید، وقتی هم که میآید باز خرید. یعنی با رفتن آمدن چه خرید فرق نمیکنه. gördün؟ پس این همباسای اقتصاده. بعضی تو روز دراز برای من نگاه نیندازه. بدبخت بنوا تو همانی که پای دردی میکرد آسپرین انداخته توی جورابت. آخه بنوا آسپرین میانداخته توی آب، پایت را میگذاشته داخل آن دیگه. گاماز. اما سیاسنه اصلا صحبتش نزن، همباسه سیاسی که اصلا اوضاع خرده خمیره. مگام üzma زهرمار خورده، افتاده زمین به صورت اوزیگویلی. روحبانه کلیت انداخت، اما فکر ایدم که اونه عوضی چرخانده. Çünkü her چیز اندرفوش بود، اونه اصلا برباد داد، وایساد. آبی سنجین رفت، پاسدار سنجین، بسیجی سنجین، آش شمین همینجوری ریزش کرد. مخصوصا مله حسنه بازنشسته شد که الان هم نشسته. بسیجی اوی، وقتی با من حرف میزنه دهنت ببند، خجالت بکش. نه خیلی لازم نیست، خودم دست دارم جوابش رو میدهم. تو امانه چی؟ گبز آب آمد برایت، برگ از سرت پرید. گبز برگ آمد، آب از چشم و چالت را افتاد. خدا از گبز گاز نگه دارد که اونو چیفتش میزنه. خلاصه به قول شاعر شیرین سخن، üzma بدجور شلوخ دور برش. üzma بدجور شلوخ دور برش، مشکلات بزرگ ریخته سرش. تو فقط بنده را مواظب باش، گور قبر بسیجی و پدرش. در پایان صحبت فلسفی دارم با شما. لباس در آب کوتاه میشه، اما برنج دراز میشه. در درازی زندگی لباس باش، در کوتاه برنج. اگر که این پیامی که من وردیم شما نفهمیدی، اصلا نیارن نباش. من خودم هم هنوز اونو نفهمیدی. عید نوروز بازدانی را به شما تبریک عرض می‌کنم. سالی پر از توأم و سرشار از آکنده برایتان مملو از لبریزم. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی